گریت ایتن شهر کوچکی در شمال شرقی انگلیس، شهری که بیشتر ساکنانش انگلیسی‌های انگلو ساکسون هستند. این شهر در بریتانیا به یک دلیل مشهور بوده: زادگاه کاپیتان جیمز کوک، مردی که اقیانوس‌ها را پیمود و با کشف سرزمین‌های جدید قلمرو امپراتوری بریتانیا را گسترش داد و مطمئناً نقش مهمی هم در گسترش زبان انگلیسی داشت. امسال توجه بار دیگه به این شهر کوچیک جلب شده، اما نه برای کاپیتان کوک، بلکه برای یزدان غفوری اصفهانی، پسر 10 ساله ایرانی که برنده یکی از مسابقه‌های مهم بریتانیا شد. آف بای هارت یا مسابقه شعرخوانی. Welcome to the Sheldonian Theatre for the final of Off by Heart. آف بای هارت مسابقه‌ای که هر سال توسط BBC برگزار میشه و دانش آموزان شرکت کننده از سراسر بریتانیا باید بهترین دکلمه شعرهای انگلیسی را اجرا کنند. We come down now to the final 3 in this first round. We're going to hear next from Yazdan Kufuri Isfahani. یزدان تمام مراحل این مسابقه رو طی کرد و به مرحله نهایی رسید، اما چیزی که باعث شگفتی همه شد اینه که اون در ایران متولد شده. تا 4 سالگی انگلیسی نمیدونسته و تا به امروز هم در خانواده فارسی صحبت میکنه. پدر مادر یزدان زمانی که اون 4 سال داشت از ایران به بریتانیا مهاجرت کردند. فکر کنم یعنی از وقتی که اومدم تو انگلیس یاد گرفتم یه چیزی تون بود و بزرگتر بود و هر وقت که خودم بزرگتر می شدم هی شعر خوندن و آهنگ خوندن هی بزرگتر می شد، هی بزرگتر می شد و رفتم تو آف بای هارت منفجر شد دیگه. What are you going to give us next, Yazdan? I'm going to do Jim by Hilaire Belloc. So, Jim by Hilaire Belloc. There was a boy whose name was Jim. His friends were very good to him. They gave him tea and cakes and jam and slices of delicious ham and chocolate with pink inside and little tricycles to ride and read him stories through and through. They even took him to the zoo. یزدان اصلا وقتی که اومد و اجرا کرد اون شور و شوقی که تو مردم ایجاد شد وسط کارش دست دادن یا همه اون ابراز احساساتی که تو اون 2 روزی که ما تو هتل بودیم میکردن میمدن گفتن واقعا یه ستاره است، ما میدونیم که اون موفق میشه. یعنی کسای پدر مادرای دیگه که بچهای خودشون آورده بودن و تو لندن دیده بودنش و اینا و این احساس رو داشتم که یعنی برنده میشه، ولی وقتی برنده شد خیلی خوشحال شدم. اما راست میخوایی چرا فکر نمی کردم که توی انگلستان یه روزی پسر من بتونه زبان انگلیسی رو شاید از خیلی از انگلیسی های همسن خودش بهتر و سلیس‌تر صحبت کنه و برای من واقعا افتخاره. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by. برای من کلاً این شعرها آنچنان معنی و مفهوم خاص نداره. معنی و مفهوم خودش رو میفهمم ولی اون لفظ کلام رو کامل نمیتونم بگیرم. And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking. That one's a bit harder. من فکر کنم انقدر که اینجا بودم یعنی انقدر دیدم چیزا رو الان خیلی خوب رو انگلیسی هم فکر کنم به خاطر اکسپریانس منه. تجربه بخشید. مدرسه ابتدایی روزبری جایی که یزدان حمایت کرد تا به این موفقیت بزرگ برسه از داشتن این دانش آموز ایرانی خوشحاله، اما حالا تقریبا تمام مردم شهر گریت ایتن یزدان رو میشناسن و به این موضوع افتخار میکنن. بعضی آدم منو میگن میگن یزدان well done you're brilliant I saw you on TV با میگه از یه بابتهای خب خیلی خوبه، از یه بابتهای همچین بعضی اوقات احساس میکنی که نه، مثل این که اون محیط حریم شخصی بعضی اوقات گرفته میشه
اگر یزدان که ایران بزرگ میشد مثلا این موفقیت اینجوری هم به دست می آورد؟ من فکر نمی کنم شاید تو مقطع مدرسه یعنی دبستان میتونست اون چیزی که الان هست باشه، ولی اگه میرفت بالا مثلا تو دانشگاه حالا شاید، چون الان اونقدر این چیزا جا نیفتاده. من البته فیلمایی که از ایران میبینم خب تو مدرسه ایران هم موقع ما خودمون سرود میخوندیم، تئاتر داشتیم، ولی به این وسعتی که اینجا بهش اهمیت میدن به دراما توی مدرسه، من فکر نمی کنم ایران توی دبستانش و حتی توی راهنمایی و اینا من فکر نمی کنم اینطوری باشه. نه، بنابراین این چیزی که الان اتفاق افتاده فکر نمی کنم تو این سن براش اتفاق میافتاد. خب شعر فارسی هم بلدی؟ بله. یه کوچولو ازش نمیدونم اسمش چیه، ولی از خانم فروخه. یک روز بلند آفتابی در آبی بیکران دریا، امواج تو را به من رساندند، امواج تو بار تنها، چشمان تو رنگ آب بودند، آن دم که تو را به آب دیدم، در غربت آن جهان بیشکل گویی که تو را به خواب دیدم. سعی میکنیم که فرهنگ ایرانی رو تو خونمون پیاده کنیم. به هر حال این شاید یه روزی بخواد برگرده به کشورش، به هر حال شاید مسافرت بره، بخواد اونجا خانواده‌اش رو ببینه، باید هر دو فرهنگ رو بدونه. یزدان جعبه اسرارش هم به ما نشون داد. اینو گرفتن؟ جعبه‌ای که پر از خاطرات کودکی و تشویقنامه‌های گوناگون بود و تمام امیدهایی که به آینده داره. جعبه‌ای که دیگه داره از گذشته ایرانیش خالی میشه. احساس میکردم که به عنوان یه پدر باید تا جایی که میتونم کاری که باید انجام بدم و براش بدم و برای خودم لااقل هیچ وقت جای یه اگر نذارم، اگر فلان کاری کرده بودم، هرچی از دستم برمیومد انجام دادم. اینم یه چیزیه که من نوشتم اون شبی که بردم چیزا. چی نوشتی؟ یه ذرهش میخونی؟ Okay. Yazdan's Off by Heart Diary and Progress. Yes, I've won the Off by Heart local heats. Now all I have to do is wait to see if I go through to the finals. I got a sash and a certificate. And our winner is Yazdan. آره من یه دونه از Off by Heart حالا رو